سلام، من صدف ناجی هستم، روان درمانگر آگاه از تراما و اینجا انعکاسه. امروز میخوام در مورد موضوع عشق صحبت بکنم. موضوع عشق برای من یه موضوع خیلی مهمی هستش و کلاً توی زندگی یکی از جنبه‌های بزرگ زندگی من رو شامل میشه و فکر میکنم که توی زندگی هر شخصی تجربه عشق یکی از مهمترین و زیباترین تجربه هایی که هر آدمی توی زندگیش میتونه تجربه بکنه و به خاطر همینم هستش که فکر کردم که این اپیزودهای اول رو با موضوعایی که واسه خودم مهمترین هستن شروع بکنم. عشق برای من به معنی عشق بین دوتا آدم یا بین فردی و رابطه‌ای خلاصه نمیشه. عشق برای من فراتر از این احساسیه که بین یک دو نفر اتفاق میافته و شاید بعضی وقتا اینو کلیشه باشه شنیده باشین که عشق یه فعله، یعنی یک چیزیه که دائما داری انجامش میدی و دائما داری انتخاب میکنی که عاشق بمونی، با اینکه شاید بعضی وقتا عشق رو تجربه کردن یه تجربه دردناکی باشه یا عشق رو به نسبت به چیزای دیگه انتخاب میکنی. به نظر من عشق چرا مهمه؟ به خاطر اینکه منبع نامحدودی از عشق توی این دنیا هستش که ما میتونیم وقتی که زندگی سخت میشه، وقتی که فکر میکنیم که احساس میکنیم که یه جاهای گیر کردیم، به اون منابع مختلفی که ما عشق رو ازش ممکنه دریافت بکنیم و برای هر شخصی ممکنه متفاوت باشه دسترسی پیدا بکنیم و tap into the source of love، یعنی به اون منبع عشقی که برای تو هست بری سر بزنی تا بتونی از اون سختیه رد بکشی. در مورد عشق خب حتما حرفای خیلی زیادی هستش، کتابای خیلی زیادی هستش، فلسفه های خیلی زیادی هستش، بینش های خیلی زیادی هستش و درک های خیلی متفاوتی هستش. یکی از نوع بینشی که هست که به زندگی هست و چطور عشق توی زندگی شکل میگیره اینه که ما توی زندگیمون یا داریم به سمت عشق حرکت میکنیم یا به سمت ترس حرکت میکنیم. ما وقتی که تراما رو تجربه میکنیم یه حاله ای از ترس روی زندگی ما رو میگیره و همیشه اون ترس به ما دیکتیت میکنه که چه تصمیمایی رو بگیریم و ممکنه دسترسیمون به عشق برای کوتاه مدت یا بلند مدت کم بشه یا سخت‌تر بشه و به خاطر همین بینش ما نسبت به دنیا عوض میشه. دنیا رو جای ناامنی میبینیم یا اعتماد نمیتونیم بکنیم. اینا به خاطر اینه که اثر ترس داریم زندگی میکنیم و اون منبع درونی عشق رو گم کردیم. وقتی که من منبع درونی عشق رو پیدا بکنم، حالا یکی از بزرگترین منبع‌های درونی از خودم میاد که به این باور برسم و واقعاً اینو تو وجودم احساس بکنم که من عشق هستم، بودن من اینجا عشق هستش و همینطور هر شخص دیگه که جلو راه من قرار میگیره بدون اینکه نظریه‌ای در موردش داشته باشم، شخص دیگه‌ای هم که جلوی من قرار گرفته اونم عشقه، اون هم منبعی از عشق هست. فقط اینه که ما چطور داریم بهش نگاه میکنیم. همش اینه که زاویه دید من چطور هست به موضوعات. یه منبع عشق شخصی هستش یا فردی هستش، یه منبع که عشق نامحدود هست که از جهان هستی برای ما میتونه بیاد. حالا این نظر شخصی منه که اینجا دارم با شما شیر میکنم. ممکنه یک کس دیگه به این باور نداشته باشه، یه بینش دیگه به این باور نداشته باشه که توی این هستی پر از عشقه و این به این معنی نیست که خطر وجود نداره. همزمان خطر هم وجود داره و اصلا سیستم عصبی ما اینطوری درست شده که همیشه دائما دنبال سرنخهای خطر و امنیت باشیم، ولی منبع عشقش خیلی زیاده، انقدر بخشنده هست، انقدر برای ما نعمت زیاد هست، ما فقط باید دنبالش بگردیم. منبع عشق رو در درون خودم پیدا بکنم و منبع عشق رو در محیط اطرافم پیدا بکنم که از سمبولا میتونی استفاده بکنی. مثلا میگن که کره زمین the mother earth، مادر هستش، اون انقدر بخشنده هست، انقدر
رشد و نعمت از توی خاک میاد که ما میتونیم از اون عشق به اون منبع عشق خودمون رو بس بکنیم هر از چندگاهی که احساس سردرگمی میکنیم یا احساس میکنیم که ریشه هامون به جایی نچسبیده، احساس میکنیم که معلق هستیم، grounded نیستیم. وصل کنم خودم رو به زمین، به اون منبع عشقی که از زمین میاد. یا اینکه بعضی وقتا میگن که the father son، یعنی پدر، خورشید مثل یک پدر میمونه که بتونم از گرمای اون استفاده بکنم. یا اینکه the father ocean، اقیانوس مثل پدر من میمونه، یا مثلا ماه مثل خواهر من میمونه، یا اینکه مثلا آسمون مثل برادر من میمونه. اینا رو به صورت سمبولیک درست میکنن. حالا اینکه درسته یا غلطه، حالا اینا از کجا میاد، به نظر من it's irrelevant. هرچند که اینا از افسانه ها میاد، از تاریخ میاد، از فلسفه های مختلف میاد. مهم اینه که این به درد یک کسایی خورده که تا به امروز مونده و ما هم میتونیم از اون یاد بگیریم که منبع عشق رو از بیرون پیدا بکنیم. همین که ما میبینیم که یه دونه گل در میاد، این خودش نشون دهنده اینه که there is growth, there is love. هم عشق اونجا هست، هم رشد اونجا هست. همین که میبینیم که یه بچه‌ای داره بازی میکنه میخنده، that's love. دیگه از اون بهتر چی میخواد؟ یا مثلا میبینیم که یه بچه گربه‌ای هست، یا یه بچه سگ هست، یا اصلا یه حیوانی هست که داره زیباست، با نمکه، that's love. ولی ما اینا رو نادیده میگیریم به خاطر اینکه خیلی برامون عادی شده و همش میچسبیم که oh my god، این عشقی که برای ما تعریف کردن، این عشق افسانه‌ای که برای ما تعریف کردن، که حالا من میرم یا یکی رو پیدا میکنم که اون آدمه میاد تمام اون عشقی که من تو درون خودم نمیتونم بهش دسترسی داشته باشم و اون بیاد به من بده. و این یه تاسک ایمپاسیبل هست و ما همش در یک شخص دیگه، در یه همراه دیگه یا یک پارتنر دیگه دنبال این میگردیم که بخواد اون عشق رو به ما بده. And that's an impossible task. این یه انتظار دست نیافتنیه که ما منتظر باشیم که همه عشقی که میخوایم رو از یه شخص مشخصی به دست بیاریم که حالا بهش بگیم این پارتنر من هست، پس حالا حتما باید بیاد همین عشق رو برای من، عشقایی که من هیچ وقت تجربه نکردم و برای من بیاد مهیا بکنه. انتظار بزرگیه که از یه آدمی داشته باشیم و هیچ آدمی نمیتونه توی زندگی در تمام شرایط و 24 ساعت، هر ثانیه، هر روز این رو برای ما پروواید بکنه، برای اینکه خود اون شخص هم داره توی تجربه زندگی خودش بالا و پایین میره. ما هممون توی این مسیر زندگی در حال حرکت هستیم. It's a journey. یه سفره که هممون داریم میریم. وقتی که ما بتونیم عشق درونی خودمون رو پیدا بکنیم، دیگه بیرون دنبالش نمیگردیم. و وقتی که درون خودم نمیتونم پیداش بکنم، میتونم که از محیط اطرافم اونو پیدا بکنم. به آسمون نگاه بکنم، به زمین وصل کنم خودم و به طبیعت نگاه بکنم، به موج دریا نگاه بکنم، به گل نگاه بکنم و اینا رو واسه خودم پیدا بکنم. همین که این سورسا رو داشته باشی، این ریشه ها رو داشته باشی، حالا وقتی که یک نفری پیدا میشه، یه شخص دیگه پیدا میشه که انتخاب میکنه. That's why به خاطر این بود که جلوتر گفتم که عشق یه فعله، چون کسی انتخاب میکنه که بیاد و کنار من قرار بگیره. حالا که این اومد کنار من قرار گرفت، دیگه من منتظرش نیستم که بیاد همه اون عشق نداشته رو به من بده، چون خودم اینو تو وجودم دارم. هر دو نفر انتخاب میکنن که کنار هم قرار بگیرن و همونطور که همون قدری که عاشق خودشون هستن، اول عاشق خودش هست، بعد میاد عشق رو به یک شخص دیگه هدیه میده. این خیلی مهمه که منبع عشق رو پیدا بکنی توی وجودت و توی محیط اطرافت. حالا این یک مقدار نسبی هستش، به خاطر اینکه معنی عشق برای هر کسی متفاوته. شاید قدم اول این باشه که عشق رو واسه خودت معنی بکنی. معنی عشق برای من چیه؟ چی رو من میگم عشق؟ به خاطر اینکه ما بعضی وقتا یک سری الگوها یا یه سری رفتارها به خاطر اینکه واسمون آشناست فکر میکنیم که این عشق هست، صرفاً به دلیل اینکه یک
یه تجربه‌ای توی بدن ما، توی وجود ما آشناست و ما اینو قبلا تجربه کردیم، وقتی که دوباره در معاشرت با کسی یا در محیطی قرار میگیریم و اون تجربه دوباره برای ما زنده میشه، ما اینو فکر میکنیم که عشقه، در حالی که این عشق نیست. این فقط اون آشناییه که از قبل داشتی. پس مهمه که برای خودت عشق رو تجربه بکنی. عشق اصولاً باید امن باشه. وقتی که امنیت رو داری تجربه میکنی توی یک محیطی، اون موقع است که میتونی بفهمی که اوکی، ممکنه که این عشق باشه. حالا این خودش تو با پرانتز میاد، به خاطر اینکه بعضی وقتا ما امنیت و آشنایی رو هم جابجا میکنیم. یک کار درونیه، یک کار شخصیه که باید شروع بکنی روی خودت اونقدر کار کردن، انقدر فرض کن که داری این مجسمه تراشی میکنی، انقدر باید انقدر باید یواش یواش چکش به این سنگه بزنی تا یه شکلی از توش در بیاد و تو بتونی اون شکل رو ببینی و اون تجلی شکلی که تو میبینی ممکنه که با کس دیگه متفاوت باشه و احتمالاً هم هست. پیدا بکنم که معنی عشق برای من چیه، چی رو من بهش میگم عشق رو با وابستگی اشتباه نکنم، عشق رو با آشنایی اشتباه نکنم، عشق رو با الگوهایی که از قبل دیدم اشتباه نگیرم و اینا تنها با کار درونی برای خودت، روی کار درونی که با خودت انجام میدی برات مشخص میشه و برات واضح میشه. عشق اصولاً امنه، عشق اصولاً صبوره، عشق اصولاً مهربون و بخشنده است، عشق اصولاً بزرگه. It's expanding، یعنی برای تو گشایش ایجاد میکنه توی زندگیت، نه اینکه کوچیکت بکنه، نه اینکه تو رو محدود بکنه. بعضی وقتا یک رابطه شروع میشه و یه مردی یا یه زنی میاد کنار هم قرار میگیرن و همدیگر رو میخوان محدود بکنن و میگن که خب من عاشق تو هم، به خاطر همین دارم از تو مراقبت میکنم، در حالی که اون عشق نیست، اون محدود کردن و خشمه که بهش میگیم عشق. و این عشق باید امن باشه. چرا اینو میگم که باید امن باشه؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا از طریق همین عشق یا به اسم عشق به خیلی از ماها آسیب رسیده. به خاطر همین تو فارسی ما داریم دوستی خاله خرسه و این یه ضرب المثلیه که برای من خیلی معنی داره، به خاطر اینکه ما با اسم عشق به همدیگه خیلی آسیب میرسونیم. من عاشقتم، بر همین این کار کردم، صرفا چون عاشق یک کسی هستی، صرفا چون که این تجربه نزدیک بودن رو به یک کسی داری، به خودت این اجازه رو نباید بدی که هر کاری میخوای بکنی. صاحب اون شخص نیستی، وابسته به اون شخص نیستی، هنوز باید بتونی به اون شخص و هویتش و فردیتش احترام بذاری، به انتخابهاش احترام بذاری، نه اینکه به زور یه چیزی رو بخوای بگی که نه، به خاطر اینکه من عاشق تو هستم تو باید این کار رو بکنی. و همه ما این کار کردیم، من خودم هم این کار رو کردم وقتی که یه جای از زندگیم بودم که به این آگاهی نرسیده بودم. فکر میکردم که اون عشقه، فکر میکردم که اون عشق یعنی این که تصمیم بگیرم واسه یک کس دیگه. That's not it. عشق یعنی این که من خودم رو دوست دارم، تو رو هم همینطور که هستی دوست دارم و ما به همدیگه کمک میکنیم که توی این مسیر حرکت بکنیم و رشد بکنیم. حالا این میتونه نسبت به یه شخص باشه، این میتونه نسبت به محیط اطرافت باشه، این میتونه نسبت به داشتهات باشه، حتی مثلا یه بلیزی که من دارم، یه صندلی که من دارم، میتونم عاشق این باشم، نه اینکه عاشقش باشم این به معنی وای خدا میمیرم برات، به این معنی که این برای من ارزشمنده، پس من ازش مراقبت میکنم و سعی میکنم که توجهمو بهش بدم تا جایی که امکانش هست. اینا همشون ردبندی داره. حالا اگر این عشق من نسبت به یه شخصه، خب اون شخص ردبندی اول قرار میگیره. اگر نسبت به یک گیاه، اون گیاهو بهش عشق میدم، ازش مراقبت میکنم. اگر نسبت به یک حیوان، اونو بهش عشق میدم، ازش مراقبت میکنم. به خاطر همینه که خیلی وقتا کسایی که حیوان خونگی دارن، مثلا سگی دارن، گربه‌ای دارن، میگه این عشقی که این گربه به من میده یا این سگ به من میده هیچکی به من نمیده.
چرا؟ به خاطر اینکه it's unconditional، شرایط نداره. سگه یا گربه یا اون حیوان خونگی تو رو همینطور که هستی قبول میکنه و این بارها و بارها و بارها توی جلسات درمانی من با مراجعانم میاد که همه میگن که همین یکی منو دوست داشته باشه، یکی منو بغلم بکنه. That's all I need. فقط همینو میخوام. یکی به من توجه بکنه، یکی نخواد منو عوض بکنه. و این تجربه‌ای که ما توی بچگی داشتیم، به خاطر اینکه ما وقتی که به دنیا میایم و بچه هستیم یک سری ناتوان هستیم، یک سری توانایی‌ها رو نداریم. پس بزرگترها باید واسه ما تصمیم بگیرن یا کارا رو برای ما انجام بدن و این خیلی موضوع حساسی هستش، به خاطر اینکه بعضی وقتا، بیشتر وقتا در واقع، پدر مادرها میخوان که بچه رو توی اون قالبی که خودشون تو فکرشون هست بگنجونن. بنابراین یعنی اون مسیجی که اون پیامی که اون بچه میگیره اینه که تو همینطور که هستی برای من قابل قبول نیستی، من میخوام تو رو عوضت بکنم. پس یعنی منو نمیپذیره، یعنی اون وجود منو، این مدلی که من هستم رو نمیپذیره و بعد میگه که من عاشقتم، من به خاطر خوبی خودت میگم. این همون کتابیه که قبلا هم در موردش شاید شنیده باشین از من، For your own good، یعنی به خاطر خوبی خودت دارم میگم. و بعد این پیام رو اون بچه ممکنه بگیره که پدرم یا مادرم یا اطرافیانم یا این بزرگسالایی که دور بر من هستن منو اینجوری که هستن دوست ندارم، پس من I'm not lovable، یعنی قابل عاشق شدن نیستم. I'm not lovable. و این یکی از مسیج‌های خیلی بزرگیه که خیلی از مراجعان من با این پیام میان توی جلسه درمانی که I don't feel loved، احساس نمی کنم که عشق رو احساس نمی کنم یا فکر نمی کنم که ارزش دارم که یکی عاشق من باشه. And that's painful. That's really really painful. یه درد خیلی بزرگیه که شبیه به یک اپیدمی شده الان توی جامعه و همه ما این جدایی از همدیگه و این عدم دسترسی به عشق درونی خودمون و عدم دسترسی به عشقی که توی محیط، توی جهان هستی هست، باعث میشه که ما از هم جدا بشیم. اون موقع یه سری چک لیست درست میکنیم که این آدمی که قراره بیاد پارتنر من باشه و اون عشقی که من میخوام به من بده باید دارای این ویژگی ها باشه. Good luck finding that. کار درونیه، وجود خودت، عشق وجود خودت رو پیدا بکن، معنی عشق رو برای خودت پیدا بکن، عشق رو توی محیط اطرافت پیدا بکن و نگاه بکن، کنجکاو باش که از خودت بپرس آیا من دارم عشق رو اینجا با چیزی قاطی میکنم یا نه؟ عشق برای من به چه معنی هستش؟ How do I define love? اگه که اپیزود قبلی رو نگاه کرده باشی میدونی که معلم من یا کسی که خیلی الهام بخش هست برای من گبور مته هستش. گبور یه بار گفتش که ما توی زندگیمون 2 جور تجربه زندگی داریم، یا عشق رو داریم تجربه میکنیم یا چیزی که سر راه ما هست و ما رو عقب نگه میداره از تجربه عشق. باور شخصی منم این هستش که ما توی این دنیا اومدیم که عشق رو تجربه بکنیم. ما از عشق درست شدیم و اومدیم اینجا که عشق رو تجربه بکنیم و عشق رو به همدیگه نشون بدیم، عشق رو به همدیگه شیر بکنیم، تقسیم بکنیم در واقع. و اگر که این تجربه زندگی ما نیست، که احتمالاً برای خیلی از ماها و برای خود منم بلند مدت این تجربه نبود. یه بار یک مراجعه داشتم که به من گفتش که تو حتما عاشق زندگی هستی. خیلی برای من جالب بود که این دیدگاهی که به نسبت به من داره اینه که من عاشق زندگی هستم و یه جورای عاشق زندگی هستم ولی که همیشه عاشق زندگی نبودم. یک مقطعی توی زندگیم بوده که همه چیز سخت بوده برام و از همون سختی ها که عبور میکنی و اگر که عشق رو تو زندگی تجربه کرده باشی از طرف کسی، اون درون وجودت همیشه میمونه، خاطره اون تجربه عشق درون وجودت خواهد موند و وقتی که سخت میشه میتونی با اون خاطره که شاید به ذهنت نیاد، چون ما حالا توی اپیزودهای بعدی بیشتر راجبش صحبت میکنم، ما 2 جور خاطره داریم، implicit memory and explicit memory. یعنی اینکه یک سری از خاطره ها یادمون میاد، یه سری از خاطره ها یادمون نمیاد.
داستانی همراهش نیست. اون بعضی وقتا ممکنه این تجربه عشق رو ما یادمون نیاد ولی توی وجودمون هست و همون باعث میشه که ما حرکت بکنیم توی زندگی. یه گفته آفریقایی هستش که میگه که یه بچه‌ای که عشق رو تجربه نکرده باشه اون ویلج رو میسوزونه، اون شهر رو میسوزونه که گرمای اون رو متوجه بشه، گرمای اون عشق رو بفهمه. پس ما اگر که عشق رو تجربه کرده باشیم که ما به خاطر اینکه ایرانی هستیم there is a lot of love، یک عالمه عشق توی فرهنگ ما هست، یک عالمه عشق توی فرهنگ ایرانی بودن ما هست، توی زبان ما هست، توی ادبیات ما هست، توی فرهنگ ما هست. حتما تا یه نسبتی عشق رو تجربه کردیم. حالا عشقش اون عشقی بوده که ما میخواستیم یا ما نمیخواستیم، اون جای بحث داره. بعضی وقتا ما یه سری عشقایی رو دریافت میکنیم که اون عشق نیست که من میخوام. مثلا نوعی که من میخوام عشق رو دریافت بکنم با اون نوعی که دارم عشق رو دریافت میکنم متفاوته. مثلا مثال خیلی سادهش اینه که مامان من همش دوست داره آشپزی بکنه و عشقش رو به نوع غذا پختن به تو نشون میده، یعنی برات غذای خوشمزه درست میکنه و این love languageشه، زبون عشقش اینه که برات چیزای خوشمزه درست بکنه. ولی بعضی وقتا تو نمیخوای چیزی بخوری، میخوای که فقط بیاد کنارت بشینه دستتو بگیره. پس این وقتی که تجربه زندگیت این هی تکرار شده، شاید به یه جا به این فکر برسی که بابا اصلا مامانم منو دوست نداره. اگه منو دوست داشت میدونست که من چی میخوام، پس اینقدر آشپزی نمیکرد، میومد بغل دستم میشست. That's also important که ما به خاطر اون تجربه زندگی که داشتیم اشتباه نکنیم مسیر رو. یه وقتی رو بذاریم که حالا بیام پیدا بکنیم، خودم برای خودم بشینم پیدا بکنم که اوکی الان امروز من چطور میخوام عشق دریافت بکنم و چطور میخوام عشق به دیگران بدم. بعضی وقتا حالا هم دریافت کردن عشق مهمه که چجوری میخوام دریافتش بکنم و باید اینقدر از خودت آگاهی داشته باشی که بدونی که عشق برای تو چه معنی داره، کجا منبعای عشق هست، چطور میخوای عشق رو دریافت بکنی. و بعد اینه که چطور میخوای عشق رو به دیگران با دیگران تقسیم بکنی. به خاطر اینکه ما خیلی وقتا باز از سر تراماهامون هست که یه سری کارا رو میکنیم. مثلا اگر که من overly generous هستم، مثلا خیلی بخشنده هستم، همش پولم و دارایی چیز میزام و هی میرم بین اون میدم، باید نگاه کنم که دلیل این چی هست. شاید لزوما این رفتار و ویژگی من از سر عشق نیست. شاید این رفتار من درسته که رفتار خوبیه، رفتار پسندیده‌ایه و میگن که وای چه آدم مهربونیه، ولی داره کجا شاید داره یه جای به من آسیب میرسونه. یا اینکه بعد به خودم رفلکت بکنم، دوباره انعکاس داشته باشم نسبت به رفتار خودم و ببینم که برای چی دارم این کارو میکنم، هدفم از این رفتار چی هستش. ممکنه که بعضی وقتا هدفم این باشه که منو بپذیرن، منو دوست داشته باشن، چون اگر که من فاندامنتالی، اگر که ریشه‌ای فکر میکنم که من دوست داشته نشده هستم، همه کار میکنم توی زندگیم که دوست داشته بشم و یکی از این کارا ممکنه که به شکل کار خوشایند خودشو نشون بده، مثلا بخشنده بودن، و این داره به خودم آسیب میرسونه. I have to do a lot of work، همش باید برم سر کار، از شب تا صبح باید کار کنم و بعد هیچی بر خودم نگه نمیدارم. در واقع به خودم آسیب میرسونم که دیگران رو خوشحال نگه دارم، که دوست داشته بشم. نگاه کن که برای چی داری این عشق رو میدی و چطور میخوای این عشق رو بدی که هم خودت هم اطرافیانت در امنیت بمونن. این موضوع عشق میتونه ساعتها و ساعتها و ساعتها راجبش حرف بزنیم، ولی فکر کنم برای امروز این پایه ها، نکته های اساسی رو اگر که روش تمرین بکنیم و انعکاس داشته باشیم برای هممون مفید باشه. And this is ongoing practice، یه تمرینه که دائما بعد انجامش بدیم، به خاطر اینکه همینطور که توی مسیر زندگی داریم تغییر میکنیم و رشد میکنیم، معنی ها برامون عوض میشه، تجربه ها برامون عوض میشه. هر چقدر که بیشتر من تراماهای خودم رو درک میکنم، بهتر متوجه میشم که
اینا اثر ترامامه، اثر ترسه یا اثر عشقه یا اثر اون تجربه خالصانه انسان بودنمه. اینا یه موضوعای داینامیکی هستن، یعنی اینکه در حال جریانی هستن. اولش اینه که عشق درونی رو چطور میتونم پیدا بکنم، عشق بیرونی رو چطور میتونم پیدا بکنم، معنی عشق برای من چی هستش، چطور میخوام عشق دریافت بکنم و چطور میخوام عشق رو به دیگران هدیه بدم. این تمام موضوعی بود که امروز میخواستم در مورد عشق باهاتون در اشتراک بذارم. دوباره میبینمتون. مرسی. خداحافظ.